Ayaz, hoşyor boş. Ayaz در پسر. خوش آمدی بچه به عقل، به ناموس. بین دختری دوست داشته تو را تا اینجا آورد. هرگز از سرت میپرانم. سلاح را پرتو لعنت خدا بر تو باد. جانان دخترم، اول دلی او را یافتی، بعدم به اینجا آوردی، حالا باشد گریه میکنی؟ آخر این را چه خیل فهمم دخترم؟ نه، دروغ میگوید ایاز. قسم میخورم که دروغ میگوید. کی به تو گفت که ایاز رو به اینجا دعوت کردم؟ اپک یا کی طریق؟ بگو. آرام ایازی بدبخت، زنها را دیدی؟ خوبتر شناس. تو حالا کودک هستی نمیدانی. اینها اول دل و جگرت را میخورند، بعد گریه میکنند. این اشک تیمساح است. ایاز به او باور نکن. قسم میخورم که دروغ میگوید. تو شیطان هستی، شیطان. گم شو. دستت را گیر. یک قدمی دیگر گذار، یک قدمی دیگر. این کار را نکن. این دفعه او را دستگیر کرده میگید؟ دستگیر کرده. ناممکن است. ایاز، دادرم. به او دست نرسان. میدونی که تو بسیار خنده آور هستی. تا حال او را محافظت میکنی؟ ایاز التماس نرو. التماس به نزد جانان نرو ایاز. اکنون راه گرد میرویم. او را به کجا میبری؟ با او کاردار نشو حیوان. بسیار لقیدی. من همت رزیل. ایستا تو را میکشم. خدایا یاری ده به من راه نشان ده. ظفر بیار ضربه خوب. ظفر او را سرده. با این من و یگید مشغول میشویم. تو باشی این را گرفته به خانه اش ببر. احتیاط شو که به پلیس خبر ندی. او را سرده. به اینجا بیا. سرده مرا سرده. یوریده. راه گرد. سوار شو. بشین. ماشین را به کار درار. یگید کمی با این بی‌ناموس مشغول شویم. خدایا تولا میکنم که دیر نکنم. تولا میکنم. تو چی درد داری؟ از من چی میخواهی؟ آرام شو جوان. از من چی میخواهی گفتم؟ گپ را نمیفهمی حیوان؟ آرام شو گفتم. دستی حرامت را بگیر. با من دست نرسان. مرا عصبی میکنی. من حاضر تو را میکشم. یکی تو چی کار میکنی؟ این چه خیل ماشین راندن است. از پیش گربه برآمد. نخواستم که پخشش کنم. حاضر میگفتم گربه‌ات را. ماشین را درست راند. ببخشید جناب.
خدایا در اینجا چی شده است؟ ایاز اینها در کجا باشند؟ با کجا می رویم جناب؟ این راه در یادی من نیست. البته یادت نمی آید. برای آن که از این پیش باری به اینجا نآمده ای، اینجا مکانی است که مهمانان مخصوص را پیشواز میگیریم. انا همین طور ایاز بدان که تو را به جای خوب میبریم. برایت خوب است. کمتر پس در طرف راست دار. اینجا بیا ناجینس. و مهمان خانه بیا راهگرد. همش تمام شد کلیش دهم. راهگرد. زود این را بره. بدرون. خوش آمده ایگید. آرام شو. ما نظارت کردیم و این منطقه به خطر است. تشکر. راهگرد. زودتر. دختر زیبایم بر وقت آمده. تو چگونه انسان هستی؟ ذره وجدان و رحم نداری؟ تو چه ها میگویی ای دختر؟ اول این که حدت را بدان. من حدم رو میدونم، خواطر نشو. اما تو انسان شده میتوانی اینش رو نمیدونم. آیدی ایاز تو خبر کشیدی؟ بگو جایش رو تو گفتی؟ اگر جانان مرا قبول نکند چی؟ اگر گپ زدن نخواهد؟ سواش جان خواطر نشو، من حل میکنم. آخر جانان از گپم نمیگذره. با این زیبایی نگاه کن، این معصومی را ببین، با چشمانم نگاه کن که چون این چشمان رو دارد. او را راضی میکنم. رفتیم. چرا این خیر کردی؟ بگو چرا؟ اگر با ایاز یگان چیز شود سبب گورش تو هستی. اگر ذره ضرر بیاد بس است. تو که ایاز است دل و جگر ما رو خون کردی، ناموسمون رو زیر پا کردی و پیش مردم ما رو شرمنده کردی. دخترم میدونی تو فاتحه شده ای، فهمیدی؟ فاتحه با جایی که شرم و حیا کنی تو باشی با آن جوانی بدبخت، با آن ایازی بدبخت در گلبشی و هر کجا وا میخوری. باز به نزد من آمده درس انسان بودن را میدهی. تو باره با خودت نگاه کن. مادامی که آن بدبخت را بسیار دوست می‌داشتی چرا نگریختی؟ برای چی با سوش آیله دار میشوم گفته یک روی کردیم؟ برای چی؟ جواب ده. برای چی؟ برای ایاز، به خاطر حیات ایاز. تو فکر میکنی که من پروای سوش را دارم؟ من برای آن راضی شدم که کلیچ ایاز را نکشد. با پسرش آیله دار شده جان ایاز را نجات دادم. اما شما عشق پاک رو از کجا هم میفهمید؟ من تنها ایاز را دوست داشتم. فهمیدی؟ ایاز را دوست داشتم. سواش پسرم خوش آمدی. منو جانان را تنها گذارید. اما ما وای چی؟ تنها گذارید گفتم. فهمو رفتیم پسرم. ای جوانی بدبخت،
چی گفتن؟ یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر در دست ملخک. تو چی کار کردی؟ دیدی که تو هم به دستم افتادی. بیناموسی لعنتی. چی گفتی؟ بیناموسی لعنتی گفتم. مرا گوش کن حیوان. هنگامی با تو تمام کردن کارم زبانت را میبرم. التجا میکنی که مرا بکش، اما آوازت نمیبراید. میدونی قلیش دهم، از تو ذره ترس ندارم. برای همین نمایشات را یک سو گذار، مثل مسخره باز میشوی. این هم خنداور است ها؟ خنداور است ها؟ گوش کن جوانی بدبخت، امروز در اینجا مانندی بلبل میسرایی مرا فهمیدی؟ امروز میگویی که کی به تحسین کلاهلو حجت ها را دسترس میکند، کی یاری میدهد؟ نمیدونم، من چیزی را نمیدونم. مگر من دیوانه هستم؟ ها؟ به من نگاه کن. از وقتی که تو به نزد تحسین رفتی کسی با ما نغمه میکند. حجت هایی که او در دست دارد تو دسترس کرده ای. با کی همکاری میکنی؟ بگو. من با کسی همکاری نمیکنم. ها، همین خیل. این خیل که باشد. چه خیل که گفتن گنجش را که کشد قصاب. خب خودت میدانی مال از آنی توست دیگی جان، گوشت و استخوانش از آنی توست. چیزی که خواهی همش را بکن. تنها این را استفاده نکن، به این شود. اینها را استفاده میکنی. فهمیدی؟ حالا باشد. مرحمت، صحنه از آن شماست. سوش گوش کن. شنیده هایم همش دروغ است و میدونم که تو برای غمگین کردنی من گفتی. تو مرا دوست میداری، سخت دوست میداری. حالا باشد حقیقت را بگو. با من بگو که تو را دوست میدارم. تو رو دوست نمیدارم و هیچگاه دوست نمیداشتم. من تنها ایاز رو دوست میدارم. فهمیدی؟ ایاز رو. خیر، تمام. عذر میخواهم. این خیل شدنش رو نمیخواستم. عذر میخوایی؟ عذر میخوایی؟ مگر تنها با یک عذر همه چیز خوب میشود؟ مگر با یک عذر من تو رو از دلم برآوردم میتوانم؟ برای تو همه کار را کردم، سالها باز میکنم و از آوان کودکی هم تنها تو را دوست داشتم. مردنی وار دوست داشتم، مردنی وار. میفهمی؟ سوش، من بعد همه چیز رو میدونی. از دستی من یگان کار نمی آید. من تنها یک چیز را میدونم که تو با من نیرنگ کردی، مسخره کردی. مگر این همه اینقدر آسان است؟ سوش، متاسفانه همین خیل است. اما با این شما سبب شدید. این گناه شماست. من این بازی رو دوام داده نمیتوانم. با آخر رسید. فهمیدی؟ با آخر تو من تمام نگویم، تمام نخواهد شد. تو حال مرا دوست میداری. بگو که مرا دوست میداری. مرا عذاب میدهی. سرده. با من جواب ده و دوست داشتنت را بگو. جواب ده. سرده گفتم. سرده.
دوست می‌دارم بگو زود. مرا عذاب میدهی سرده. پدر؟ در خانه چی گپ است؟ جانان دروغ گفتم بگو و تو رو دوست می‌دارم بگو. بگو. دستم درد کرد سرده. در اینجا چی گپ است؟ پدر تو رخصن هستی؟ چی کار میکنی؟ تو یک طرفیست و دخالت نکن. اگر بار دیگر به دخترم دست رسانی تو را میکشم فهمیدی؟ از خانم دفع شو. جانان این کار در اینجا به آخر نمیرسد. با تو میگویم که به آخر نمیرسد. در اینجا چه گپ شد جانان؟ حیاتم بین جوان ها چون این مناقشه می شود و نباید اهمیتی بسیار ده. همین خیل نیست؟ تو چرا به افت یاری نمیدی؟ با دهانی سواش نخواد دموش زده نمیتوانی. پدر جان یک لحظه مرا گوش کن. بس کن بس. توف به تو انسان. سر کن یگید قرصک را انتظاری ها؟ یا این که پیر شدی؟ یگید پسرم تا سحر تو را انتظار شده نمیتوانم. کارت را آغاز کن زود. چی شد؟ میترسی که بعدا حساب رو برابر میکنم جناب یگید؟ چرا زدن نمیتوانی؟ چی رو انتظار هستی؟ نه؟ بزن آخر ترسان چک. چرا از عهده ای کار نمیبروی؟ جناب خلیج آدمی باوری نکترینت همین است؟ این حتی مورچه رو هم کشته نمیتواند. تو چی ها میگویی؟ نه با این کار پیش نمی رود. خودت بیا زودتر بیا آغاز کنیم. بیا آخر. مایلش گبزن حجت ها رو از که گرفتی؟ تو را نکشم. گبزن من چیزی را نمیدونم. گبزن یک بار دیگر گبزن بسیار جانان خوب هستی؟ خوبم کلیج دهن بدم گرفتار کرده ایاز رو برد. در آنجا چی گپ شد؟ همه چیز رو با من نقل کن جانان. همه چیز رو نقل کن. ناگهان پیدا شده با سلاح سرش را به نشان گرفته برد. فهمم ولی به کجا بردنشان را میدانی؟ جانان این بسیار مهم است. خوب فکر کن. من یگان چیز رو نمیدونم و یگان چیز رو در یاد ندارم. همش در یک ثانیه عملی شد. یک آدمی وی مرا به خانه آورد و فهمم آرام شو. من حتما ایاز رو پیدا میکنم. حالا باشد تو به خانه رو. وقتی که یگان خبر شنوم زود به تو زنگ میزنم. نه من هم میروم. اینجا آرام نشستن نمیتوانم. تو در جای من میبودی چی کار میکردی؟ خودت را به جای من گذار التماس. جانان تو رو همراه خود گرفته نمیتوانم. جانان گبزن حجت رو از که گرفتی؟ گبزن ای باشه گبزن تو که خلاص شوی. نزدیک بیا به گوشت میگویم. غمگین نشو غمگین نشو. زن رحم نکن.
агар назани на ту ва на ман аз инҷо зинда намебароем. ба ҳурмати худо бизан. илтимос. чӣ шуд? ки буданашро гуфт? то саҳар заним ҳам гап намезадааст. ба қавли худаш масхара мекунад. корро кашон. гап зан, лаънатӣ, набошад туро мекушам. ором шавед. гап заданаш ҳам қариб шудааст. каме пас гап мезанад. аз гап задан метарсад, барои ҳамин мехоҳад ки паронед. агар кушед, хоҳишашро иҷро мекунед. гӯш кун йигит, ин сагро ягон коре кун то гап занад, вагарна мекушамаш. тоқатам тоқ шуд. ҳамин ҷост. инҷо яке аз ҷойҳои махфии житем аст, аммо намедонам ки дар ин ҷо ҳастанд ё не. пас биё бубинем. не ҷонон, ту дар даруни мошин бишин. ман ҳам рафтан мехоҳам. апайгул, намешавад ҷонон. агар туро бубинанд, сари ҳардуямон ба бало гирифтор мешавад. гӯш кун, агар чизе ки шавад, аз мошин нафаро. маро фаҳмидӣ? фаҳмо. марҳамат. ташаккур духтарам. ягон эҳтиёҷ дорӣ? худоро шукр ҷаноб, ба чизе ниёз надорам. агар эҳтиёҷе дошта бошӣ, ҳатман бигӯ. худо аз шумо розӣ бошад. ташаккур. саломат бош духтарам. о, хуштаъм аст. писарам тинҷ аст. ин духтар кист? напурсидамак. ин бечора ҳам қишлоқи дарвеш аст. ба сараш чӣ мусибате омадааст? ҳамин тавр ба даргоҳи мо омадааст. ба ин ҷо меояд, тоза мекунад, табақҳоро мешӯяд. инчунин мо барояш дар ҳуҷра кате додем, то ёфтани ҷои муносиб истиқомат мекунад. кори хуб кардаӣ фарзандам. аслан дар маҳаллаамон як духтаре аст. касе надорад, бечора. ӯ ба ятиме соҳиб шуда аппагӣ мекунад. бошад. агар муносиб донӣ, ман бо он духтар суҳбат кунам. агар розӣ шавад, ин духтарро дар он хона ҷой кунем. чӣ мегӯӣ? мешавад? наход нашавад амак. бисёр хуб мешавад. шумо бо он духтарак суҳбат кунед, ман иҷорапулиашро медиҳам. инчунин онҳо ҳамроҳ шаванд, бисёр хуб мешавад. бале, бале, хуб мешавад, хуб мешавад. раиса маро ҷиғ задаед? бояд ягон кор кунем башир. ҷосуси парвиз барвақт ба назди таҳсин ҷой шудааст. агар ӯро огоҳ накунем, таҳсин кулоғлӯро ба охир мерасонанд. ба ин роҳ намедиҳем. фаҳмо хонам, аммо мо чӣ кор ҳам мекунем? маро зуд ба назди таҳсин бубар. ман худам бо ӯ мехӯрам. ба дом гирифтор нашуда бояд аз он ҷосус халос хӯрад. ин хатарнок аст хонум. тариқи телефон гӯя чӣ? не, намешавад. шояд телефонро гӯш кунанд. ман бояд худам вохӯрам. ту рафта зуд мошинро биёр ва ман тайёр шуда меоям. рав. хуб шудааст. хоҳарам, чой ҳаст? албатта, ҳозирак чой дам кардам. вай, дар назди ҷаноби таҳсин як марде буд, пурнур. ӯ худ кист? ҷаноби сарроф барои таҳсин ҳам ака, ҳам падар ва ҳам дӯсти наздик аст. хулас ҳама чиз. ин қадар ба ҳам наздиканд? онҳо ҳамдил ҳастанд. давомашро ту худат бифаҳм. фаҳмидам. дарвеш, ҷаноби таҳсин туро мепурсам. омадам. дар он даромадам. амалиётро оғоз кунед. имшаб ба кор шурӯъ мекунем. бисёр хуб. ба ҷаноби парвиз мерасонем. ту дар ин ҷо интизор шав башир, ки боз диққат ҷалб накунем. хуб шудааст хонам.
با دقت باشید. این زن کی بود؟ ستاره‌اش به چشمم گرم می نماید. درار. برار. با تحسین حجت ها را کی داد؟ نمیدونم. درار. برار. با کی همکاری میکنی ها؟ نمیدونم. گفتم که نمیدونم. درار. چرا انتظار هستی هیگید؟ سرش را به آب درار. جناب برارم. آخر میمیرد. روز همه ما میمیریم. ایاز. 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 کی گفت که سرش را از آب برده؟ جناب آخر میمیرد و اگر بمیرد تمامی کوشش هایمان بیهوده میشود. کی به ما نیرنگ کرده است نافهمیده میمونیم. نول 63 از 472 توقف من از ماشین را رانید. چی شد خانم؟ آدمانی پرویز در همین جان و عملیات بر وقت سر شده است. دیر کردیم بشیر. این دخترک بیاز نیست؟ خدایا توبه تینچی باشد. در کجای یکای ایاز؟ تا حال مکتوبم رو نگرفتی؟ چند روز باز شما رو انتظارم.
بیاز در این بیوقتی تینجی است دخترم. یگان کس را انتظار هستی؟ بله، یک دوگانه‌ام رو انتظارم. دخترم برای واخوردن دیگر جای نیافتی؟ در این شب در جایی کمادم آخر دزد و اوباش ها هستند. توبه، خدا نگاه دارد دخترم. حق هستید امکی صراف. پس من به خونه می روم. معلوم که دوگانه‌ام نمی آید. خیر به شما شبی خوش. حالا ایست بیاز دخترم. بسیار خوب شد که تو را دیدم. اگر راضی باشی از تو یک چیز را خواهش میکنم. بفرمایید. البته. اینطور نگو دخترم، من با تو چیزی نمیفرمایم. گوش کن دخترم، دختری هست که همسالی تو بوده، جای زیست ندارد. تو به یاد من آمدی و اگر در خانه جای داشته باشی همراه ایستی. ها؟ چی میگویی؟ اجاره پولیش را میدید؟ نمی شود امک. همین طور. خوب دخترم، سلامت باش. من نخواد از چنین مهمان اجاره پولی گیرم. هرگاهی که خواهد بیاید نوری دیده تاجی سر. سلامت باش دختر جانم، سلامت باش. میلش تو هم در اینجا نیست. شبی خوش دخترم. شبی خوش امک جان. یگید تو هم خور. نمیخورم. ها؟ نمیخورم سیرستان. اگر میخوردی خوب میشد. این جوان را بسیار زدی. بین از تو کوب اسوش رفته است. معلوم است که تو سحر میستی. فکر میکنم که این جوان چیزی را نمیدونه. تو چی میگویی؟ این قدر زدی، اگر سگ میبود گپ میزد. بهترش از سرش پرانی. نه، از چشمانش معلوم است که میداند. میداند؟ این خیل باشد باز کمی صبر میکنیم. گل کجا شده؟ حیرانم که چیکار کنم. از برای خدا بیا و با من یاری ده. در اینجا هم نیستند. پس در کجایند اپای گل؟ ایاز رو با کجا بردن؟ نمیدونم. باید یک چند جای دیگر رو نیز ببینم. این خیلی باشد زود رفتیم. آخر چی رو انتظاریم؟ جانان، اگر خواهید رو به خانه ببرم، آخر در نزد من بودنت خطرناک است. حیاتت رو به خطر میگذاری. پروایی ندارم اپا. اگر با ایاز یگان چیز شود من زندگی کردن نمیتوانم. التماس رفتیم. اینجا رو تازه کن. یگید کجا می روی؟ با زفر زنگ بزنم که در کجا بودنش را بفهمم. زفر کار دارد، به دیگر جا می رود. به جایت بشی. به این هم با کسی به تماس نبرد. شخصی نامعلومی ما را نظارت می‌کند و مانند سایه است بینمون و بیرون معلومات دادن ممکن نیست و زنگ زدن هم ممکن نیست. الو جناب، به درویش زنگ زدم جواب نمیدهد. یک گروه آدمان میخواهند به درون درآید. التماس زود بیایید. چی؟ فهما دخترم، نترس، من زود میآیم. زود بیایید جناب، وگرنه در رو میشکنند. در یک اونجا پنهان شو. هرگز نبرو. من زود میرسم. خوب جناب، التماس شتاب کنید. باور کرد میآید. اکنون وقتی که او آید باز من اکتیاری میکنم. تو باشی ما را صورت میگیری. نیمی شب در تاریکی با یک دختری جوان تنها. اکنون همه به جای خود. کسی خطا کند با دستان خودم میکشم.
ای بیدار شو. خروس ها بیدار شدن. سحر شد، تو هم بیدار شو. آوازشان را میشنوی؟ صبح بخیر. اکنون آوازی تو را میشنوی. کی حجت ها را به تحسین داد؟ بگو. نمیدانم و اگر دانم هم به تو چیزی نمیگویم. بگو حیوان. نمیدانم، گفتم که حیوان. تو چی ها میگویی نابکار؟ نمیگفته است. چی خیل نمیگویی حیوان؟ زبانت را میکنم. جناب کمی صبر کنید. آخر این جوان همه چیز را میداند. تو به من مانع میشوی. مانع میشوی. جناب شما خطا میکنید. یک طرفی است. دهانت را کشا حیوان، کشا. دهانت را کشا که زبانت را ببرم. اپا در این جایند. چراغ رو دیدی؟ جانان ما با تو آیدی چی صحبت کردیم؟ اپا اجازه ده تو که بیایم، شاید فایده هم رسد. با تو نگفتم. با سر چنبرک ماشین بشین و در رو قلف کن. اگر کار با موفقیت عملی نشود زود از اینجا دور شو. مرا شنیدی جانان؟ مایلش. با ماشین سوار شو زود. خدایا به ایاز و اپای گلیاری ده تولو میکنم. دهانت را کشا. کشا. انا همین خیر. جناب آخر این جوان همه چیز را میداند. چرا به من باور نمیکنید؟ اگر داند این حیوان را به گپ درار. این حیوان را به گپ درار. خوب، اما همه به بیرون براید. برای ما تنهایی در کار. اصول جزا را عوض میکنم. گوش کن. اگر خواهی دندانش را بکن، اگر خواهی دیل و گردش را بکن، اما حتما گپ زنان. وگرنه یا زبانی تو را میگیرم یا که از آن اون را میبرم. مرا فهمیدی؟ این را گیر. همه به بیرون. زود. گبزان! کی به شما یاری میدهد؟ ایاز، دادزن. از کی حجت ها را میگیرد؟ گبزان! گبزان! آفرین، او را به گپ درآور. بسیار. صبر کن شیربچه. کمی پس گل می آید و هر دویمون رو خلاص می کند. از اینجا می رویم. هیچ کس نمی آید اکا. می آید ایاز. گل می آید. اکا کسی اینجا رو نمی دونسته است. گل پیدا می کند. اگر او پیدا نکند من خودم راهی رفتن رو پیدا می کنم. من تو رو به دست این سگ ها نمی گذارم. خلاص می کنم. هر دویمون رو خلاص می کنم. نترس شیربچه. نترس. من نمی ترسم اکا. اینجا تو میترسی. تو میترسی که به خاطر این دعوا مرا از دست میدی. اکا آخر تو خود گفته بودی که به خاطر این دعوا جانم رو میدیم. همین طور نه؟
من розیم که جانم رو بدیم. اگر لازم آید برای گرفتن جان دادرت تو هم راضی شم. گوش کن اکا. این تنها مسئله من و تو نیست. جناب تحسین، استا خلیل، مادرم و پدرم را فکر کن. برادری پی گل و ستا را فکر کن. خدا میداند که اینها خونی چند آدمانی بیگناه را ریختند، اما کم مانده است. خیلی کم مانده است اکا. این ترتیبات رو ویران میکنی. کم مانده است. اگر به خاطر این جانی مرا گرفتن لازم آید دستانت نلرزند. اکا، من از تو هزاران بار راضیم اکا. از تو هزاران بار راضیم. ایاز دادرم. اکا، دادرکم. اپا نپانانیم. ما تنها برای گرم شدن در آمدیم. نیتی بد نداریم. برخیزید میرویم. ایستید نروید. در اینجا چقدر که ایستادن خواهید ایستید. در حقیقت اپا خدا از شما راضی شود اپا. سلامت باشید. خدا از شما راضی شود اپا. گوش کن. وقتی تو رو زنم بهوش شو. فهمیدی؟ چی کار کردی؟ یا اینکه این سگ را کشتی؟ نه، نمرده است. از هوش رفت. اما بیدار شود دوام میدهم. تا گپ زدنش دوام میدهم. با پلیس خبر دادم جناب. در راه می آیند. کاری خوب کردی درویش. زودتر ران، زودتر. خدایا، دختر رو نگه دار. اینها کیستن جناب؟ چی میخوان؟ اینها دوستن یا اینکه حیوانن؟ آخر چی میخوان؟ نمیدونم پسرم، نمیدونم. زودتر ران. اوف، کجا شدی ها؟ زود باش. قریب آمدیم جناب. خدا خواهد میرسیم. خدا خواهد درویش، خدا خواهد. آماده شو، می آیند. فهما. داو درویش، داو. خوب شده جناب، می آیم. جناب من سخت ترسیدم.